سلام اشکای من به یک ویدیو جدید با من خوش اومدید. امروز یه ویدیوی دوئل اسنایپ 2 به 2 داریم از کف شیدمن. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب کردن یادتون نره. حتما اون زنگوله هم فعال کنید که هر موقع ویدیویی گذاشتم مطلع بشید. بریم جلو. اینجا یه ای میگیریم ولی میس میدیم. دوستان اگه میبینید میس میدم به خاطر اینکه دوئل ساعت 7:46 صبح برگزار شده، یعنی البته قبلترش برگزار شده و با چشمای نیمه بسته براتون دوئل زدم. دوستان اینجا رو میریم جلو و هر موقع به این چیزا میرسید، به این ورودی ها میرسید، این بگیرید چون ممکن انمی خط گرفته باشه و حتی پشت این بشکه هم امکان داره خط گرفته باشه. و یه نکته مهم این که هر موقع میبینید حس میکنید که نمیتونید انمی رو بزنید و انمی جاتون رو نمیدونه، تیر نزنید چون ممکنه جاتون رو پیدا کنه و انمی شما رو بزنه. پس همیشه موقعی انمی رو بزنید که 100% بتونید بزنیدش. و اینم از یه نکته بود. میریم جلو و انمی رو میزنیم. دوستان اینجا صفحه گوشیم نچرخید و یه فسسکوپ مولایی، چون دوئل 2 به 2 باید همه جوره. وقتی یه نفر رو میزنی باید همیشه وقتی طرف رو زدی ریلود نباید بکنی، باید سریع همیشه حواست به انمی باشه و ببینی که یار دومش از کدوم ور میاد. مثلا الان من اینجا دیدم نمیتونم بزنمش، ولی این نکته رو رعایت نکردم و تیر زدم و انمی برگشت و جای منو پیدا کرد، ولی خب باز ما زدیمش. میریم جلو. همیشه کاور یارتون هم باشید. و انمی که رد شد و میسایی که بنده میدن، فکر کنم الفاتحه بشم الان اینجا، ولی خب شانس آوردیم. دوستان اینجا خطمو گرفت چون میدونستم اون زودتر خط گرفته، پس 100% میزنه. از اینجا هم که رفتم اشتباه رفتم الفاتحه صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. اینجا هم طرفو از تو کانتینر زدیم و بریم جلو ببینیم که بله اینجا چون طرف زودتر خط منو گرفته بود جامو تغییر ندادم. موقعی که ایممو گرفتم پریدم، یعنی اون دورستی که سمت راست گرفتم پریدم و اون موقع تیر زدم که باز شد ایم انمی به هم بریزه و نتونه منو مورد هدف و تیر قرار بده. و هر موقع هم که تو فایت ریلود میخوره گانتون میره سر ریلود، یا جامپ بزنید یا بشینید یا دراز بکشید که انمی نتونه شما رو بزنه و وقتی ریلود کردید بتونید انمی رو بزنید. اینجا هم که الفاتحه شدیم و میریم جلو و یارمون رو زدن. بریم که پیداشون کنیم. یه شات زدم ولی ریچ نشد. بله داداشمون شاتگان کشیده و اینجا یارم دیگه اومد کاور دمش کرد. این جلو اینجا رو گفتم با این برید. خیلی ها هستن که مستقیم میان و انتظار این ندارن که شما از اونجا در بیان و سریع میزنیدشون. و حالا طرف باید بک هم زدیم، یه این میگیریم و بعد میریم جلو. یه شات زدم و چون تیرم 1 بود طرف دمیج شد و یه دونه فسسکوپ والونگی. طرف یه نکته اشتباهی که رعایت نکرد، فکر کرد چون شاتگان داره، اینجا هم که مردیم الفاتحه، چون فکر کرد که چون شاتگان داره از تو کانتینر اومد فکر کرد منو میزنه، ولی کارش اشتباه بود و یه جای خودش انداخت تو تله و اینجا هم نمیدونم چوری حالا مردم. ما که پشت بشکه بودیم، یا طرف نتش بهتر بود یا نت ما خرابه. و یه بک اسلاید و یه وان شات. میریم جلو و داداشم. دوستان اگه خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب کردن یادتون نره. من برای این ویدیو خودش خیلی زحمت کشیدم. اگه خوشتون اومد لایک کنید. دوستان بدرود. خدا نگهدارتون باشد. خدا حافظ. ببخشید یه چیزی که من یادم رفت اینه که آخر ویدیو هم اثبات داریم که دوئل ساعت 7 صبح برگزار کردیم. بریم برای اثبات و میبینید که ساعت 7:46 صبح است. دوستان اگه خوشتون اومد لایک کنید.